سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. تشکر. سلام. با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. این لحظه ها ما در یکی از بیناهای فاکولته اداره و ساختمان نقلیات دانشگاه تکنیکی تاجیکستان قرار داریم و همصحبت من سفر شریف زاده، جوانی که لایحه ساختمان راه 3 طبقه یا 3 آشیانه را پیشنهاد کرده است. سفر جان خوش آمدید به صحبت. تشکر. سفر جان نخست میشه در مورد همین طرح بگویید. اصلا این طرح چگونه به قول ایجاد شد، چگونه پیدا شد، ایده‌اش از کجا آمد و شما چگونه توانستید که این طرح را عملی کنید؟ از نوسازی کوچه اسماعیل سامونی یعنی همچون نامگذاری شده است. وقتی که آغاز شد من سال 2011 علاقه دویم بخش نمیخوندم در گروه 73101. وقتی که ما را از کارهای لابراتوری ما بودن برای شدتناکی واسطه نقلیات حساب کردن بود در همین خود همین محل یعنی 82 میکرورایون ده. وقتی که ما اونجا رفتیم پرابلم اساسی برای از نوسازی آنها از سری وقت برطرف نبودن شدتناکی واسطه نقلیات بود که این چنین باعث تنبشه‌ای واسطه نقلیات میگردد. در این سطح یعنی با ما همکاری داشتند یعنی که کارخانه آلفا 04 اسلواکیا جمهوری بلاروسیا این چنین با کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود автострада. وقتی که ما دانشجو بودیم و اونجا همچون تجربه آموز بودم برای شدتناکی معین کردن شدتناکی واسطه نقلیات. خب یعنی که وقتی که شما در این شرکت یا کارخانه بلاروسی بودید همین ایده بر سر شما آمد؟ بله؟ البته این چنین در اینجا همگی ما 3 واریانت پیشنهاد کردیم. البته 2 واریانت این در 2 سطح بود. این چنین واریانت طبقه البته 2 آشیانه در 2 طبقه بود. ما میتونستیم واسطه تنبشه واسطه نقلیات جمهوری یعنی پایتخت برطرف کنیم. این چنین نمیتونستیم که واسطه نقلیاتی که از بیرون به پایتخت وارد میشود اون رو برطرف کردن نمیتونستیم. همین طریق ما خلاصه برآوردیم که همین پروژه رو در 3 سطح نشون دادیم، یعنی سطح اول و سطح دوم برای برطرف نمودن واسطه نقلیات داخل شهری خدمت میرساند. سطح سوم باشد برای گذراندن واسطه نقلیات بیرون از پایتخت می اومدگی. این چنین ما در دویم سطح به یوری یعنی چراغک راهنما خدمت میکنه به ما. این چنین سطح سوم همچون ماگیسترال استفاده بوده میشود که ما از روی طبقه ها جدا میکنیم. در وقتی لایحه کشی اصلا 5 کاتگوری که راه وجود داشت. این چنین ما یعنی دویم کاتگوری راه ماگیسترال قبول کردیم در سطح سوم جایگیر شده است. این چنین بر هستند واریانت های پیشکی ما بوده که ما میتونم نشون بدم. در چنین سطح 2 سطح یعنی برویوری کوتاه‌ترین یعنی پوتیپرود ها. این چنین برای داخل شهری ما چنین نمودی مثلا کوتاه ساختن نمیتونیم برای اینکه با همون استتیکای شهرداری موافقت نمیکنن. این چنین را ما در این شکل ساختیم. در این شکل یعنی در 2 سطح هست. البته این برطرف میکرد واسطه نقلیات داخل شهری را ما و از بیرون شهری آمدگی را ما برطرف کردن نمیتونستیم. خب این چنین همین را در 3 شکل یعنی در 3 طبقه ما پیشنهاد کردیم. البته شرکت آلفا 04 یعنی اسلواکیا برای ما خلاصه برآورد که شما میتوانید که مقصد در 2 سطح بسازین. این چنین من در این دوام فکر کردم و در این لایحه کار کردم. این چنین در این لایحه کار دیپلمی خود رو گذراندم. در این وقت من در این لایحه رو در شکل مکت درآوردم. این چنین پیشنهاد کردم برای محاکمه. البته خوشبختانه باعث دستگیری هم شد. میشد بگویید که چون لایحه ساختمانی راه 3 آشیانه که گفتیم و گفتید که آشیانه سوم یا طبقه سوم برای خودروها یا اینکه وسایل نقلیاتی بیرون از شهری مقرر کرده شده است. البته اما میشه بگید که
خودروهای یعنی کامیون‌های باربر هم در این راه یعنی راه داده میشن یا چی؟ البته ما اصلا پیشنهاد کردن سیمورن برای ماشینایی که مثلا باربرداریشون زیادن در داخل شهر مثلا ما آنها رو برطرف کردن نمیتونیم یعنی گذراندن نمیتونیم از این جهت ما پیش بینی کردیم طبقه سیومی راهی لایحه شده رو. خب سفرجان میشد بگید که اصلا همین مکیت همین لایحه رو شما در چی مدت در چند روز یا چند ماه درست کردید و بعداً چگونه شما موفق شدید که همین مکیت لایحه شما از جانب شهرداری و همینطور حکومت تاجیکستان پذیرفته شود؟ البته این لایحه رو من وقتی آزاد کردم که اولین بار من با تجربه آموزی استحصالی روان کردم با جمعیت اداره مسئولیت محدود автострада من از اونجا همین مواد رو گرفتم و آمدم با شروع کردم با ساختن همین مکیت یعنی در 3 ساعت. این یعنی مدتی 2 ماه در بر گرفت. بعدا پیشنهاد کردیم با حکومت کشور یعنی که محاکمه این مکیت در چهارراهی باربر جامع صورت گرفت اینچنین باعث دستگیری هم شد. سفرجان حتی همین لایحه یعنی مکیت که شما ساخته از جانب رئیس جمهور هم پذیرفته شد بله؟ بله البته رئیس جمهور این لایحه کشتگی رو پذیرفت و برای لایحه جزئی با انستیتوت لایحه کشی پیشنهاد نمود که این یعنی مبلغ گذاری این لایحه رو بانک رشد اروپا با دوش خود گرفته بود که یعنی این درازی این راه همگی 14 کیلومتر رو در بر میگیرد چونین چهارراه 2 تا میباشند یک تایش در برش خیابان اسماعیل سامونی و ابوعلی ابن سینا دیومش در برش خیابان نصرت الله مقسوم و باباجان غفورو و بانک رشد اروپا برای این لایحه با مبلغ 38 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده است که خدا خواهد در سال 2015 ساختمان شروع می شود. خب امیدوارم که این لایحه ساختمان راه 3 آشیانه انشالله که عملی می شود چون شما گفتید که بانک بازساخت و رشد اروپا هم برای یکی از همین لایحه ها مبلغ 38 میلیون دلار جدا کرده. اما بغیر از این لایحه باز لایحه های دیگر یعنی مکیت های دیگری هم تا این زمان ساخته بوده تهیه کرده بوده اختراع کرده بوده؟ البته بودند مثلا لایحه هایی که ما در شکل مکیت رو آوردیم در این برشی کوچه باربر عبدالرحمن جامی این در شکل اینچنین در پوت پرودی یعنی جامی هست است با که روزهای نزدیک ساختمانش آغاز می شود یعنی در شکل مکیت در آورده بودیم. اینچنین با هستند مثلا زوادهای شغل براری که در شکل مکیت در آوردیم که حاضر مثلا کار کرده ایستادند در ناحیه حصار البته عملیش البته اصلا همین ایده ساختمان همین گونه لایحه ها یا که درست کردن تهیه همین گونه مکیت ها از تجربه دیگر کشورها هم استفاده کردید یا خیر؟ البته چنین لایحه ها پیشترها هم بودند ما همین چیزها را خواستیم در جمهوری خودمان یعنی عملی گردونیم. چنین لایحه ها هستند بسیارتر از این لایحه های مرکب تر هستند لایحه های هستند که مقصد فایده ناکشون بسیارتر است در جمهوری اما مبلغ لازم است بله البته در ما مبلغ لازم است این چنین لایحه ها مقصد نه اونقدر حجم کلان رو میگیرند و مقصد اهالی ما خلل هم نمیرسانند فایده میبرند. البته سفرجان همکنون شما مهندس به حیث مهندس کار میکنید 1 سال باز البته خب شما 5 سال در دانشگاه تکنیکی خواندید البته همین تجربه دانش که گرفتید در 1 سالی که همچون مهندس فعالیت دارید تا کجا توانستید که اونا عملی کنید؟ البته که من حاضر به حیث مهندس کار کرده ایستادم یعنی وقتی که من با کار شروع کردم البته با کارخانه که من شروع کردم با کار در اونجا لایحه کوچه عبدالرحمن جبار رسولوف رفته ایستاده بود البته که من نه از اولی لایحه نبودم و در آخر این چنین سعی می‌کنم و
البته گذاشتیم. اما دستگیری چگونه است از جانب رهبریت کارخانه؟ شما رو دستگیری میکنن در مثلا اجرای همین گونه لایحه ها؟ البته باعث دستگیری رهبریت هم هست که بعدی با آخر رساندن این لایحه من در سال پنجم میخوندم در دانشگاه. البته من در سال پنجم میخوندم. مرا با حیث تکنیکی راههای شعبه لایحه‌کشی راههای افغانستان قبول کردند. من در این مدت 7 ماه کار کردم. اینچنین باز لایحه دیپلمی خود را کردم. بعد از حمایت لایحه دیپلمی خود باز مرا با حیث انجینیر یعنی مهندس شعبه لایحه‌کشی راههای اتومبیلی قبول کردند که عین حال حاضر کار کرده استودم. یعنی شما از کار خودتون از تحصیلی که در دانشگاه تکنیکی کردید راضی هستید؟ بله؟ البته همه وقت سر کوشش ما برای اون است که سری وقت مقصد پرابلم هایی در کشور بوده در پایتخت بوده رو برطرف نماییم. اینچنین برای پیشروی جامعه خود برای سری وقت آباد کردن شهر زیبای خودمون سهم خودمون گذاریم. شرکت‌های داخلی تاجیکستان شاید که مزد معاش کمتر بدهند یا که از لحاظ مالی مثلا طلبات یک متخصص و کادر را قانع کردن نتوانند. اگر رود و یک شرکتی خارجی یعنی یک شرکتی بیرون از تاجیکستان از شما دعوت کند تا با آنها همکاری کنید در خارج کشور، این دعوت میپذیرید یا خیر؟ هدف اساسی من برای یعنی خلق و وطن خود هست، برای آباد کردن کشور خود هست. من نیتی به خارج رفتن هم ندارم. میخواهم که همه وقت مقصد پرابلم هایی که در جمهوری خود هست چند هم باشد برطرف نمایم و با خلق خودم خدمت کنم. تشکر سفر جان. خب صحبتی بود با سفر شریف زاده، مؤلفی طرح ساختمان راه 3 طبقه در شهر دوشنبه و همینطور مهندسی شرکت افتوستراد در پایتخت تاجیکستان. تشکر و سلامت باشید سفر جان. موفقیت. البته به شما تشکر.